پس از آن که وزیر کارهای خارجی ترکمنستان رشید میردف روز 22 اپریل عیب‌ها را درباره آنکه حکومت موجودیت سیرویت کرونا ویروس را در بریفینگ با نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی پنهان کرد، سازمان جهانی تندرستی تصمیم گرفت یک گروه کارشناسان را به ترکمنستان فرستاد تا شخصاً موجود بودن بیماران گرفتاری کووید 19 را در کشور تفتیش کنند. طبق اطلاع نشریه اینترنتی کرونیک ترکمنستان با استناد به منبع‌های خود، نمایندگان وزارت تندرستی و صنعت طبی، وزارت کارهای خارجی، وزارت کارهای داخلی، وزارت امنیت ملی و یک قطار وزارت کمیته‌ها از جمله شعبه‌های منطقوی ملاقات کردند و محاکمه نمودند که چگونه چاره‌ها را اندیشیدن ممکن است تا ترکمنستان را در صحنه بهتر معرفی کنند. در نتیجه قرار قبول کرده شد که موقتاً ولایت‌های سیرایت یافته به مؤسسه‌های طبی دوردستی دهات گذرانیده شوند که در آن منطقه‌های کرانتینی نصب کرده می‌شوند. اطلاع می‌دهد نشریه. یادداشت می‌کنیم که از ماه گذشته رسانه‌های دولتی ترکمنستان پیشگیری سیرایت‌های شدید راه نفس را فعالانه ترغیب می‌کنند. شبکه‌های تلویزیونی محلی به طور منتظم ویدیونوارها را درباره بیماری نامعلوم پخش می‌کند. غیر از این، در قطار دیگر توصیه‌ها آید به طرز حیات سالم، نوشیدن چای، گذرانیدن تازگی با دود نمودن اسپند، خوراک اوگرا با قلنفر و گیاه‌های خوردنی که در کتاب پرزیدنت بردیمحمدوف گیاه‌های شفابخش ترکمنستان تصویر شدند توصیه کرده می‌شود. Maslahatlaşmak için umut mümkünçülük görülür deyip fikir ediyorum.